با سلام خدمت همه دوستای عزیزم، در خدمتتون هستیم امروز با طرز تهیه سوسیس بندری. امیدوارم این آموزشمون رو ببینین و بپسندین و درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. برای درست کردن این غذامون به یه سری مواد احتیاج داریم که شامل میشه از 3 عدد پیاز بزرگ، 2 تا سوسیس بزرگ، مقداری روغن، رب، 2 قاشق، نمک و زردچوبه و به دلخواه اگرم دوست داشتین از فلفل سیاه میتون استفاده کنین و بریم واسه درست کردنش. خب اول از همه پیازمون رو خلالی خرد میکنیم به این صورت. بعد پیاز سوسیسامون هم خرد میکنیم. مایتابمون رو میذاریم داغ شه، روغن بهش اضافه میکنیم. بعد پیازمون رو میریزیم تو مایتابه، شروع میکنیم به تفت دادن. واسه این غذامون پیاز هرچی بیشتر باشه طعم لذیذتری به خودش میگیره غذا. یکم نمک بهش اضافه میکنیم. و اجازه میدیم پیازامون خوب تفت بخورن. پیازمون یکم سبک شد، زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که پیازمون خوب باش تفت بخوره. دوستای گلم یادتون باشه سوسیس بندری پیاز فراوونه که خوشمزه میکنه. هرچی پیاز بیشتر باشه، منظور پیاز داغ بیشتر باشه، طعم غذامون لذیذتر و خوشمزه تر میشه. تو این مرحله سوسیسمون رو بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. اجازه میدیم که سوسیسمون همراه پیاز خوب سرخ شه. رنگ سوسیسامون که برگشت به این شکل شد، حالا رب بهش اضافه میکنیم و خوب تفت میدیم تا رنگ ربمون باشه. اونایی که بندری رو با فلفل خیلی زیاد دوست دارن استفاده کنن، به ذائقه خودتون بستگی داره. مثلا من امروز فلفل رو کلا حذف کردم از این غذا، ولی اونایی که دوست دارن با فلفل خیلی زیاد مصرف کنن توی این مرحله میتونن فلفل سیاه بهش اضافه کنن یا حتی فلفل قرمز هم میتونن بریزن. ربمون که یکم تفت خورد و رنگش وا شد، به این حالت حالا توی این مرحله میتونیم یه نصف استکان آب جوش یا آب ولم رو بهش اضافه کنیم. یه کوچولو شعله رو کم میکنیم و در غذامون رو میذاریم. اجازه میدیم 10 دقیقه تو این حالت بمونه با شعله خیلی کم.
خب دوستان ببینین غذامون به این حالت. الان دیگه غذامون کاملا آماده است. زیرش خاموش میکنیم و غذامون رو میکشیم. سایه گلم این آماده شده غذامونه. امیدوارم درست کنین و از طعم و مزهش لذت ببرین. لطفا برامون کامنت کنین نظراتونو و دکمه سابسکرایب هم بزنید.